دلیل مریضی نغمه چی بوده است؟ نشر تازه‌ترین تصاویر نغمه که گویا وی وفات کرده است. نغمه در چه حالتی در کشور امریکا زندگی دارد و گریه‌های منگل برای همسر سابقش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نغمه هنرمند سابقه دار، هنرمند مشهور، محبوب و یکی از چهره‌های شناخته شده در هنر موسیقی افغانستان است که حتی لقب استادی را از جامعه هنری افغانستان از آن خود کرده است. نغمه بیشتر از 50 سال می شود کارهای هنری خود را به شکل مسلکی برای هنر موسیقی افغانستان انجام داده است و آهنگهای نغمه تاکنون جاودان است. نغمه همسر اول منگل بوده است. این دو در سن نوجوانی ازدواج کردند و آهنگهای بیشماری برای دوستداران و طرفدارانشان ثبت و نشر کردند. اما بعد از آن که نغمه به اوج شهرت هنری رسید و پول و دارایی خوب پیدا کرد، نغمه از منگل جدا شد و روانه کشور امریکا شد. نغمه از منگل دارای 5 فرزند می باشد و با فرزندانش در کشور امریکا زندگی می کند. نغمه تا کنون آهنگ‌های بیشماری به زبان شیرین دری، پشتو و هزارگی سروده است و مساله طور کنسرت‌هایش را برای دوستداران و طرفدارانش در سرتاسر جهان برگزار می‌کند. اما چند روزه می شود تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که گویا وی بر اثر مبتلا شدن به سرطان در یکی از شفاخانه‌های امریکا بستری است و این روزها تصاویر وی در صفحات مجازی بار دیگر نشر شده است که وی وفات کرده است. اما این تصاویر کاملا دروغ و فتوشاپ می باشد. نغمه حالتش خوب است. نغمه به دلیل مبتلا شدن به سرطان مدت دیر در شفاخانه بستری بود، اما اکنون حالت صحی نغمه بهتر شده است و زندگی خوش و آرامی را در کشور امریکا دارد. من هم آرزوی شفایاب شدن حدی عاجل برای بانو نغمه از خداوند منان خواهانم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. صحت و سلامتی برای شما خوبان آرزو دارم. تا درودی دیگر، بدرود.